سلام، به چنل من خوش اومدین. میخوایم امروز با هم آماده شیم بریم دور همی. اول موهام میخوام درست کنم، بعد میکاپ. چون یه دور همی ساده است، من تصمیم گرفتم که موهام لخت لخت کنم، کار خاصی نکنم و فر و اینا نکنم. بعد برای میکاپ هم یه سورپرایز دارم، بریم جلو ببینیم. اول فرق وسط باز میکنم. فرق کجم خوبه ها، ولی تصمیم داشتم صاف بکنم، ولی دیدم دیگه خیلی ساده میشه. میخوام فرق وسط باز بکنم، بعد دو به اصطلاح سوسکی دو سوسکی بندازم و یه دوتا خرگوشی. ببینیم چجوری میشه. اول سشوار حتما، بعد سشوار با اتمو یه ذره بیشتر صافش کنید. اگه وزی چیزی داشته باشه گرفته میشه. به نظرتون این خرگوشیشو رو فرفری کنم این صاف جالب میشه؟ بذار ببینیم. خب بذار به دو قسمت تبدیل کنم. جالب شد. خب حالا سوسکیه رو صاف بریزم، یا سوسکیه رو فر کنم. ذوق مرگ. این هم از موهام خوب شد. میتونیم اینجوری هم بکنیم. صاف ها رو بدیم پشت، این بینگولی ها رو بدیم جلو. خب حالا بریم میکاپ. اول با کاراکتر سبزتون، رنگ سبز، جاهایی که لک، جای جوش یا خود جوش، خال، هر چیزی که دوست داریم پوشیده بشه رو با رنگ سبز کاراکترتون محو کنیم اینجوری. لایک سابسکرایب یادتون نره ها. حالا با پد بزنید روشون که یه ذره از این سبزی دراد، یعنی یه ذره محو بشن. حالا روش کانسیلر بزنیم.
دوباره با پد محو کنید. خیلی کانسیلرتون رو محو نکنیم که کامل با پوستتون یکی بشه. باید یه ذره بمونه رو پوستتون که کرم پودرتون یا پنکیکتون رو میزنین با اون محو بشه. من چون دوست دارم پوستم مات بشه، چربه، یه کرم پودر مات دارم، البته سفیده، روشن یکم. با یه کرم پودر یکم تیره تر قاطیش میکنم. کرم پودرتون هم اینجوری با پدتون نکشید رو پوستتون، به صورت ضربه‌ای بزنید. هر چقدر تعداد ضربه هاتون بیشتر باشه قشنگتر روی پوستتون میخوابه. از مابقیه کرم پودرتون حتما روی لبتون رو بزنید که موقع رژ لب زدن خیلی رژ لبتون خفن تر میشه. ولی کاملا خشکش کنید، نذارید اون خیزی کرم روش بمونه. کانسیلر پشت چشم اصلا فراموشتون نشه. حتما وقتی کانسیلر رو میزنین خشکش که میکنین با پدتون، قبل اینکه چشتون رو باز کنین با یه دونه براش رنگ نخودی کرم بیس بردارید و پشت پلکتون رو خشک کنید که چروک نشه. رنگ زرشکی تور برداریم، این یا این. با یه براش سرگرد محو کنید. یه رنگ اینجوری کالباسی برداریم و این مرز بین ابروتون و سایتون رو محو کنید. کانسیلر با یه براش سرتخت گوشه چشتون رو صاف کنید. همینطور این جلوی پلکتون و سریع خشکش کنید. و این پلکتون که کانسیلر زدین یه سایه سفید بردارین. حالا برای زیر چشتون کاراکتر نارنجیتون رو بردارید. البته اگه سیاهی یا کبودی زیر چشم دارید با کاراکتر نارنجی کانسیلر زیر چشم من یکم از کرم پودرم میزنم و یکم از کانسیلرم و با پد فید کنید و با پودر فیکستون زیر چشتون رو سریع فیکس کنین که چروک نشه و بذارین پودر فیکس روش بمونه تا یه چند دقیقه تا شما بقیه کاراتون رو میکنید بمونه. میریم حالا برای کانتور صورت. کانتور صورت یه رنگ متوسط بردارین که نه خیلی تیره باشه و نه روشن. هر جایی که دوست دارین بره داخل رو تیره کنید. حالا با پد سر جای خودش فید کنید. حالا با کانتور خشک اون جایی که کانتور چرب رو زدین و دقیقا کانتور خشک رو همونجا بزنید. حالا اونجا اگه دوست دارین بیاد بیرون رو کانسیلر بزنید. با پد سر جاش فید کنید. حالا روژگونتون رو بردارید
اگه میخوای صورتتون کشیده بشه بالا عمودی بزنین. پودر فیکستون رو بردارین و کل صورتتون رو به صورت ضربه‌ای فیکس کنین و با یه براش بزرگ به صورت پرشی بتکونین. یه ریمل خوب و پر. و اگه دوست داشتین موژم میتونین بذارین. من ترجیح میدم چون خیلی مهمونی سبکیه اونقدر نخوام قرقریش کنم. و تیر آخر ژل ابرو. قبل اینکه رژتون رو بزنین یه بالم لب بزنین. رژتون خوشگل‌تر میخواد درسته. یه مقدار چشام زیادی سایه داره و قرمز و اینا دیگه رژ قرمز یا صورتی پررنگ و اینا نمیزنم. یه رژ ملیح طور مثل قالباسی، کرم صورتی اینجوری بزنیم. یه رژ این رنگی برداریم دور لبتون رو بزنین. حالا من یه دونه رژ دارم که هم برق لب هم رژ، یعنی برق لب رنگیه. اگه باز شه حالت کرمی مانند داره اینجوری. اینو میزنم روش. خب اینم از میکاپمون. امیدوارم دوست داشته باشین. مرسی که نگاه کردین. دوستتون دارم. خداحافظ.